کمیته‌های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان پروتکل قطع مناقشه مرزی را به امضا رسانیدند. در این باره مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان خبر داد. گفته می شود که 25 سپتامبر رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سایمومین یتیموف و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچیپک تاشیف در نقطه گذرگاه سرحدی قزلبل گفت و شنید انجام داده در خصوص قطع نمودن نزاع در سرحد دو کشور پروتکل به امضا رسانیدند. دو جانب اظهار امیدواری نمودند که بندهای سازشنامه امضا شده مورد اجرای عملی قرار میگیرند و در سرحد دو دولت ثبات آرامی و همدیگر فهمی کامل برقرار میگردد. اطلاع داد منبع.